فروشنده هایی که میخوان بلافاصله بعد از فروش ملکشون یه ملک جدیدی بگیرن تا آخر این ویدیو با من همراه باشن. ببین اگه قصد فروش و خرید ملک داری و با توجه به این تورم نجومی فعلی و اینکه هیچی روش ننوشته و معلوم نیست قیمت‌ها چطور بشه، ایدئال ترین قراردادیه که شرایط پرداختش به این صورت باشه: 80% مبلغ حین قرارداد فروشتون بگیرید تا ببرید برای پیش پرداخت ملک جدیدتون. 20% مبلغ موقع تحویل و انتقال سند بگیرید تا ببرید برای تحویل گرفتن و انتقال سند ملک جدیدتون. و حتما حواستون باشه فاصله بین اون 80% و 20% نهایتاً بین 20 الی 30 روز باشه تا ارزش اون 20% که باقی مانده پوله کم نشه. و حتما قبل از خرید استعلامات لازم را بگیرید و با آگاهی کامل و آموزش هایی